روزها که مادرم به سر کار میرفت، ناپدری کثیفم به سراغم میومد و مجبورم میکرد به اونجاش ور برم. بعدم بهم تجاوز میکرد و من سمانم. توی 23 سالگی فرهاد به خواستگاریم اومد. پسر خوبی به نظر می رسید. فرهاد 27 ساله بود و یه مغازه لوازم خونگی اجاره‌ای سمت امین حضور داشت. پدر و مادرم بعد از تحقیقات از محل کارش و محل زندگیش گفتن پسر خوب و مناسبیه برای ازدواج، میتونید با هم ازدواج کنید. بعد از چند ماه نامزدی من و فرهاد با هم ازدواج کردیم و به سر زندگیمون رفتیم. زندگی خوب و ساده‌ای داشتیم. حدود 2 سال بعد خدا بهمون یه دختر داد و ما هم اسمش رو گذاشتیم عسل. چند سالی از تولد دخترمون میگذشت. تولد 4 سالگی دخترمون بود. به رفتار و کارهای فرهاد مشکوک شده بودم و متوجه شده بودم که دودام اعتیاد افتاده. خیلی دلم برای عشقمون و فرهاد میسوخت. تصمیم گرفتم هر طوری شده ترکش بدم. بار اول با التماس و خواهش به کمپ بردمش و ترکش دادم. ولی بعد از اینکه از ترک اومد حدود 2-3 ماه بعد دوباره به سمت مواد رفت. خیلی ناراحت و ناامید شدم. ازش خواستم به خاطر من و دخترمون دوباره ترک کنه ولی فایده ای نداشت. هر روز که میگذشت اعتیادش بیشتر میشد و کم کم از مواد سنتی به مواد صنعتی رو آورده بود و رفتارهاش با من و دخترمون خیلی بد شده بود. دائم به ما فحاشی میکرد و منو کتک میزد. و به خاطر مصرف شیشه توهم‌های خیلی بدی داشت. جون من و دخترم در خطر بود. برای همین به دادگاه رفتم. دادخواست طلاق دادم و قاضی با دیدن حال و وضع شوهرم طلاق منو صادر کرد و حضانت دخترم رو بهم داد. چون فرهاد اصلاً حضانت و صلاحیت نگهداری دخترمون رو نداشت. بعد از طلاق و جدایی باید کار میکردم تا بتونم خرج زندگیمون رو در بیارم. دخترم سال اول دبستان بود و باید مدرسه میرفت. خیلی زود تونستم توی یه مطب دکتر کار منشیگری رو پیدا کنم و مشغول به کار شدم. صبحها دخترم رو میذاشتم مدرسه و ساعت 12:30 میرفتم دنبالش و تا ساعت 2 که مطب تعطیل بود با هم بودیم و ناهار میخوردیم و ساعت 2 تا 7 دوباره میرفتم سر کار و دختر بیچارم خونه تنها بود و من هیچ چاره‌ای نداشتم و باید کار میکردم. روزها گذشت تا اینکه یک روز به پیشنهاد یکی از دوستان پیش یه فالگیر رفتیم تو محله پیروزی که مثلا از آیندهمون بهمون خبر بده. یه خونه حیاتی قدیمی 2 طبقه بود. با ترس وارد خونه شدیم. مردی حدوداً 47 ساله که محاسن بلندی داشت روبرومون نشست. تقریبا بیشتر چیزهایی که به من و دوستم گفت درست بود. من خیلی ازش خوشم اومده بود. دوباره دیگه تنها بدون دوستم با دخترم پیش اون فالگیر رفتم. در بار آخر اون به هم گفت که از من خیلی خوشش اومد و دوست داره با هم ازدواج کنه و میتونه سرپرستی من و دخترم رو داشته باشه. راستش منم مهرش به دلم افتاده بود و چند روزی فکر کردم و بهش جواب مثبت دادم. وقتی به عقد نادر در اومدم با دخترم به خونش نقل مکان کردیم و روزها دخترم مدرسه میذاشتم و ظهرها می اومدم و با هم نهار میخوردیم و دوباره میرفتم سر کار. خیلی خوشحال بودم و فکر میکردم زندگی داره روی خوشی بهمون نشون میده. بعد از اون همه سختی که من و دخترم کشیده بودیم، از اینکه دخترم تا شب که من برمیگردم از سر کار تنها نیست خیلی خوشحال بودم. 1 سال گذشت و ما زندگی آروم بی دغدغه‌ای داشتیم. دخترم کلاس دوم بود. یه روز از مدرسه مدیر بهم زنگ زد و گفت باید خیلی زود به مدرسه برم و کار خیلی مهمی باهام داره. سری مرخصی گرفتم و به مدرسه رفتم. مدیر مدرسه چیزی بهم گفت که باورم نمیشد و با شنیدن حرفهای مدیر از حال رفتم و وقتی به هوش اومدم پرستار اورژانس بالای سرم بود و یه سرم به دستم. خانم مدیر بهم گفت مدتیه که عسل فوق‌العاده افسرده و گوشه‌گیر شده و با هیچ کسی صحبت نمی‌کنه. حتی از نظر درسی هم افت خیلی شدیدی داشته و اصلاً به درس و کلاس گوش نمیده. تا اینکه معلمشون خانم احمدی با سختی و تلاش فراوون میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و باهاش حرف بزنه. عسل حرفهای تلخی به معلمش میزنه و از اون کمک میخواد. عسل به خانم احمدی میگه حدود 1 سال و خورده‌ایه که مادرم با یه مرد دیگه ازدواج کرده و ما پیش اون مرد زندگی میکنیم. روزها که مادرم به سر کار میره اون مرد کثیف به سراغم میاد و مجبورم میکنه با اونجاش ور برم و بعد بهم تجاوز میکنه. خیلی درد دارم. توی این سالها که بهم تجاوز میکنه بهم گفته اگه حتی حرفی به مادرم یا کسی بزنم
اول مادرم رو میکشه، بعد هم سر خودم رو میبره و من از ترس جون مادرم و خودم هیچ چیزی به کسی نگفتم. خانم معلم بعد از شنیدن حرفهای دخترتون حالش خیلی بد میشه و سری موضوع با من در میون میذاره و منم با شما تماس میگیرم. با شنیدن ماجرا و اتفاق شوم و تلخی که برای دخترم توی این سالها افتاده بود و من خبر نداشتم، دنیا روی سرم خراب شد و دست دخترم رو گرفتم و یه راست به سمت کلانتری محل رفتم و اون آدم عوضی و کثیف رو دادم و ازش شکایت کردم. با دستگیری نادر فالگیر، اون اتهام تجاوز به دخترم رو قبول نکرد و گفت فقط یه فالگیر ساده است و من همه اینها رو دروغ میگم. ولی با فرستادن عسل به پزشکی قانونی در آزمایشات کاملا مشخص و محرز شد که مدت زمان زیادیه که به دخترم تجاوز میشه و مایع منی نادر در بدن عسل وجود داره. با اسناد و مدارک اون عوضی مجبور به قبول و اعتراف شد و گفت از وقتی فهمیدم سمانه دختر 7 ساله داره، نقشه شوم رو کشیدم و بهش پیشنهاد ازدواج دادم. من علاقه شدیدی به رابطه جنسی با دختر بچه ها دارم و از عذاب دادن دختر بچه ها لذت میبرم. دوستان و همراهان گرامی، اگه تا اینجا از داستان خوشتون اومده، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو راجع به رفتار کثیف نادر کامنت کنید. نادر اعتراف کرد که توی این سالها به دختر بچه‌های دیگه‌ای هم تجاوز کرده و اونها رو تهدید به مرگ کرده و اونا هیچ وقت ازش شکایت نکردن. نادر به زندان و شلاق و اعدام محکوم شد و بعد از تایید در دیوان عالی کشور اون بیشرف در خرداد 1401 اعدام شد تا پرونده این فالگیر متجاوز بسته بشه. بعد از این ماجرا دادگاه دخترم رو ازم گرفت و به بهزیستی داد. الان 2 سال دخترم در بهزیستی و اجازه نمیدن دوباره سرپرستیشو به عهده بگیرم. عسل افسردگی شدید داره و دارو مصرف میکنه و تحت نظر دائم پزشکه. هر روز کابوس میبینه. دادگاه صلاحیت نگهداری دخترم رو بهم نمیده، چون هنوز برای دادگاه محرز و مسجل نشده که من از تجاوز نادر به دخترم خبر نداشتم و حرفای من برای دادگاه قابل قبول نیست.